واقعیت قضیه اینه که کشور ما، مردم عزیز ما در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون از دست دادن به خانوادهشون تسلیت عرض میکنم. از نیروهای نظامی و امنیتی و مسلح کشور، برادران پاسدار و بسیج تشکر میکنم. از عزیزانی که در منطقه گوهرکوه تفتان در حین مأموریت جانشون از دست دادن که اینا هم باز توطئه‌های دشمنان ماست، به خانواده اونها تسلیت عرض میکنم. و از نیروی انتظامی امنیتی کشوری میخوام که مسببین این جنایت رو به جزای اعمال زشتشون برسونن. شب قبل، از عصر قبلش خب نشانه‌هایی رو دریافت کرده بودیم و مبنی بر احتمال حمله در اون شب، خب این نشانه‌ها و اخباری رو که داشتیم مرتباً با دوستانمون در بخش نظامی در اختیار اونها قرار میدادیم و پیام‌هایی هم در همون شب با اطراف مختلف رد و بدل شد. شاید تا حدود 12:01 من درگیر این پیام‌ها بودم و درگیر انتقال آخرین اطلاعات و تحلیل‌هایی که ما داشتیم به بخش نظامی خودمون و خب طبیعی هم از ساعت 3:04 که حملات انجام شد دیگه بیدار بودیم و پیگیری می‌کردیم و اقداماتی که بعد انجام میدادیم، پیام‌هایی که بعد ارسال می‌شد، به هر حال به وظیفه خودمون عمل کردیم. هر وقت ما بر اثر سوء سیاست زمامداران کشورمون از رفتن به سمت ابزارهای قدرت روگردان شدیم، دشمن بر ما مسلط شد. در قبال رژیم منحوس خبیث صهیونی یک کوتاهی بزرگی در دنیا داره انجام میگیره. دولت‌ها، ملت‌ها، به خصوص دولت‌ها، مجامع جهانی مثل سازمان ملل و امثال اینها حقیقتاً دارن کوتاهی میکنن تو مسئله مقابله با رژیم صهیونی. این کاری که رژیم در غزه کرد و میکنه، در لبنان کرد و میکنه، این از وحشیانه ترین جنایات جنگی است. جنگ البته چیز سختی است بلا شک، منتها جنگ هم یه قواعدی داره، یه قوانینی داره، یک حدودی داره. اینجور نیست که وقتی کسی با کسی می جنگه همه این حدود رو زیر پا لگد کنه و له کنه، اونچنانی که این باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالی دارن میکنن. دنیا باید در مقابل اینها بایسته. دولت ها باید بایستن، دولت های اسلامی بالخصوص باید بایستن. بحث بسر این نیست که کمک بکنن یا نکنن، اون که جزء برترین محرمات. اندک کمکی به این رژیم جزء زشترین و بزرگترین گناهانه، در این که شکی نیست. نه، باید در مقابلش بایستن که این جنایات رو انجام نده. یک ائتلاف جهانی باید به وجود بیاد، ائتلاف سیاسی، ائتلاف اقتصادی، اگر لازم شد ائتلاف نظامی علیه رژیم خبیث صهیونیستی که وحشیانه ترین جنایات جنگی رو داره امروز انجام میده. خب جنایت جنگی یکی از عناوین مجرمانه است در عرف دنیای امروز. یعنی در دنیا امروز جنایت جنگی محکومه، نه اینکه ما فقط محکوم میکنیم، نه، همه دنیا، همه دادگاه‌های بین المللی به حق، اونایی که به حق تشکیل شدن، اونایی که نابحق تشکیل شدن، همه جنایت جنگی رو محکوم میکنن. خب این دیگه جنایت جنگی از این بالاتر 10,000 کودک کشته بشن، 10,000 زن بیشتر
به شهادت برسن. باید در مقابل اون، این نکته اول، این باید مطالبه ما از دنیا و دنیای اسلام بالخصوص تشکیل یک ائتلاف جهانی است علیه رژیم صهیونیستی. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. یه آدم حکومت وحشی رو اینجا گذاشتن، اروپا و آمریکا و یه آدمایی که دم از حقوق بشر میزنن ازش دفاع میکنن، هیچ چارچوب انسانی رو مراعات نمیکنه، زن و بچه و پیر و جوان رو راحت بمباران میکنه. خیلی جالبه، دم از حقوق بشر میزنن، میگن شما چرا یه قاتل رو اعدام میکنید؟ کسی نیست به این نامردا بگه چرا شما زن و بچه رو بیگناه میکشید. و اون مدعیانی که حالا چه ایرانی چه خارجی بیرون نشستن و اون هویت خودشون رو از دست دادن. تو قرآن یه آیه هست، آیه میفرماید که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. حتی اگر ما بد باشیم، شما که ادعای انسانیت میکنید، این چیزی که در مقابل دیدگانتون هر روز میبینید چی اسمی میشه به این گذاشت؟ یه طرف قضیه است که شرم‌آوره و خب ما باش مواجهیم. از طرف دیگه آن چیزی که به هر حال امروز عزیزان گفتند و ما دیدیم، من فقط یه مسئله رو بگم چون وقت زیاد ندارم، باید اونجا برم وعده‌ای به کسان دیگه هم دادیم. من رئیس دانشگاه بودم، بعد یه روز یه کسی اومد گفت فلانجا ما میراث داریم، با شما هم شریکیم. ما گفتیم برو بیکاری. رفت رئیس میراث فرهنگی رو آورد اونجا، مدیر کل و اینا رو اومد گفت بابا اینجا مثلا ما در تبریز فلانجا ربع رشیدی هست، اینجوریه. یه مقدار سب کردم ببینیم چی میگه این. شروع کرد گفتن اینجوری. اصلا یه دفعه مثل که آدمو برق میگیره. یعنی ما اینجا تو تبریز دم گوشمون یه چنین امکاناتی وجود داره، ما خبر نداریم. من رئیس دانشگاه، ما انگلستان رفته بودیم، ما برای آموزش این دوره ما رو بردن یه جایی، گفتن 200 سال پیش اینجا مثلا ما یه دونه نمیدونم جایی داشتیم مریضا رو میدیدیم اینجوری کار میکردیم. تازه اون چیزی که نشون میداد چنگی به دل نمیزد، ولی گفت خب 200 سال پیش این بود. 750 سال پیش در تبریز ما دانشگاهی وجود داشت، شهری وجود داشت که ما الان مثلا شهر سلامت میگن، این بحثایی که هست، شهرهای مختلفی که درست کردن، همون هاروارد و این قسمتایی که درست کردن، اصلا
بر اساس علم درست شده. شهری داشتیم و اون موقع با 7 زبان زنده دنیا اونجا آموزش میدادن. با 7 زبان زنده 750 سال پیش مدیریتی میکردم بر مبنای فرایند. من رئیس دانشگاه شده بودم، نمیدونستم فرایندها یعنی چی، همینجوری مدیریت میکردیم. همون انگلستان رفته بودیم میگفتیم مثلا ما این کارو کردیم، خب دوره مدیریت بود، میگفت با چه روشی کردید؟ این روش یعنی چی؟ ما انجام دادیم و شد دیگه. میخوام وضع خودمون رو بگم که ما الان در کلیت قضیه مدیرایی که به اصطلاح همینجوری با جریانی و گروهی و دستی میان همینه دیگه. نه هویت خودمون رو میدونیم، نه اون ریشه‌ای که توش قرار گرفتیم ریشه ها رو بریدن و بعد یه آدمایی شدن که مثلا تازه وقتی نخبه میشه قبل از نخبه شدن میخواد از مملکتش دره. در صورتی که اگر هر گونه بخوان ریشه رو ببرن این خودشو بس میکنه. من کجا باید برم؟ این مملکت مال منه، این آب و خاک مال منه، این مردم مال منه. من بر مبنای 1 میلیون سال پیش میگه اینجا ما تمدن داشتیم. کجا میخوام برن جایی که اصلا نگاه کنید تمدنشون مال اصلا 1 سده نی. در یک چنین وضعیتی ما هستیم. مقصریم به این عنوان که نتونستیم گذشته خودمون رو به کسانی که دارن میان بالا آموزش بدیم. کسی که گذشته خودش ندونه برای آیندهش هم نمیتونه نقشه‌ای بکشه، چون ریشه‌ای احساس میکنه نداره. با این ریشه های محکمی که ما داریم در فرهنگ، در مدیریت، در به اصطلاح مسائل اجتماعی، سیاسی، حکومتداری، هر کدوم اینا نگاه کنید درس داره به ما میده. تو اون ربع رشیدی برای بیمه، برای هر چیزی بیمه درست کرده بودن. از مزرعه تولید میکردن، میکاشتن، برداشت میکردن، میآوردن، تغییر میدادن، تولید میکردن، عرضه میکردن. یعنی یک کاری میکردن. دانشگاهی بود در رده نسل 4 که الان تو دنیا دارن میرن به طرف دانشگاه های نسل 4. ما دانشگاه هامون در بهترین حالت الان نسل 2. یعنی یه علم درش آموزش میدن، خیلی هنر کنن، تحقیق در حقیقت تحقیقات انجام میدن. تحقیقات تازه بر مبنای نیاز جامعه نی. محقق بر خودش کار میکنه، او یکی کار خودش میکنه. بیش از 90% مقالات و تحقیقات تو تاقچه ها خاک میخوره. پول میدیم ولی نتیجه هم نمیگیریم. این وضعیت ماست. اون موقع 750 سال، تازه اونو که من میدونم، اینا بهتر از من میدونن، شاید الان برگردیم به همین زمان به اصطلاح 2500 سال قبل، زمان هخامنشیان. اینا یه منطقه عظیمی رو حکومت میکردن بر اقوام و زبان و نگرش‌های مختلف و در کنار هم سالم با امنیت زندگی میکردن. هنر این گونه زندگی کردن، هنر در کنار هم بودن و با هم زیستن و رشد کردن و توسعه دادن چیزی بود که 2500 سال پیش داشتیم. الان با هم دعوا میکنیم. ما رو به دعوا میندازن. ما دعوا نمیخوایم بکنیم. ما رو به جون هم، برای اینکه اگه ما با هم دعوا کنیم اونا میتونن هر چیزی رو که دلشون خواست بر ما اعمال بکنن. تو منطقه این بلا رو سر مردم و مسلمون آوردن. مسلمون ها اگه با هم بودن مگه میتونست این کارو بکنه؟ منابعشون رو میبرن، نفتشون رو میبرن، معدنشون رو میبرن، بعد اونا رو ساکت میکنن، اینور هرچی دلشون خواست میزنن، نابود میکنن. این چیزیست که ما باش گرفتاریم. شناخت فرهنگ خودمون، یعنی من از اون موقع واقعا الان تو کشورهای دیگه میری الکی هیچی ندارن، میبرن میسازن اون چیزی که ندارن و ما داریم فراموش میکنیم. این مشکلی است که داریم. مدارس ما، دانشگاه های ما باید، البته میراث فرهنگی ما باید تلاش بکنه که این دانش آموزان رو با مفاهیم این مسئله آشنا بکنه. من میبینم نمیفهمم این چیزی که هست معنی و عمق به اصطلاح مهارت و کاری که کرده یعنی چی؟ چه جریان، چه ساختار حکومتی و اداری در اینجا بوده که تونسته این کارو بکنه؟
چه نوع مدیریتی شکل گرفت که تونسته یه چنین توسعه ای رو در جامعه ما ایجاد بکنه و چه نوع فرهنگ و باوری بوده که به اینجا رسونده. شما میدونید الان کسی که از یه روستا بلند میشه میره مثلا فرض کنید توی تهران یا هر جایی، یهو میگی نقاشه، همه روستایی‌ها رو میکنه نقاش. یکی مثلا فرض بکنید بنگاهدار، همه اون روستایی‌ها میشن بنگاهدار. شبستریای ما تمام شهر به اصطلاح این گوشه‌های تهران رو گرفتن دریانی‌ها، سوپرمارکتی هن. و یه عده از آدما میبینی همشون مثلا نخبه‌های این جامعه رفتن خارج، کارشناس شدن، مهندس شدن، تولیدکار. یعنی ریشه در اون کسی که اول رفته ادامه پیدا میکنه. ما را وقتی از ریشه تمدن و توسعه و آگاهی و مدیریت بریدن، اون وقت بی هویت میشی، دیگه نمیتونی به جایی برسی، نمیتونی بدونی کجا باید بری. در نتیجه راحت میتونن برات دارن ببرن هر جایی که دلشون خواست اون کارو با تو بکنن. ایران ما، سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم، مملو و سرشار از سرمایه‌های فرهنگی، علمی، هنری، مدیریتی، سیاسی، حکومتداری و اجتماعی و اعتقادی است. این فرهنگ رو و واقعیتش با امروز دنیا رو باید بشه در دنیا اول به خودمون به اصطلاح اطلاعاتشو برسونیم، بعد به دیگران ارائه بدیم که بیان ببینند و بشناسن. من اینو بگم وقتتون رو نگیرم چون من باید وعده دادم جای دیگه باشم. تو مجلس بودیم، یکی از این آقایون اومد گفت نظرت راجع به حکومت پارلمانی چیه؟ بهش گفتم چرا حکومت اسلامی درست نمی‌کنید شما؟ اون یه سری هم از این آقایون کنارش بودن، گفتن یعنی چی؟ گفتم شما اگه راست میگید نامه امام به مالکشتر رو بذارید جلوتون، طبق اون اجرا کنید. در نامه مالکشتر از نظر مدیریتی یه چیزیست عین حکومت‌های ایالتی ولایتی و توسعه یافته‌تر. اگر ما بتونیم اینو امروزی بکنیم و در اون چارچوب عمل بکنیم، اصلا مشکلی به وجود نمیاد در رابطه با استان‌ها و جریان‌هایی که وجود. برید نگاه کنید ببینید چجوری حکومت داری کردن. یعنی اون چی که هست، استاندار، مالکشتر، قاضی القضات تعیین میکنه، فرمانده لشکر تعیین میکنه، قانون می‌نویسه، مقررات، اما پاسخگوه در قبال مردم. شاخص رضایت مردمه. شاخص این که این مدیر میتواند بماند یا نه اینه که مردم راضی‌اند یا راضی نیستن. ما به عنوان مسئولین مملکت برای ماندن یا نماندن یه شاخص بیشتر نباید داشته باشیم، اینه که مردم رو میتونیم راضی کنیم یا نمی، خدمتگزار مردم میشیم یا نمیشیم. این آن چیزیست که باید به دنبالش بریم. در نتیجه آن روندی رو که ما به دنبالش خواهیم رفت به امید خدا، ما به اون حرفامون برای رأی دادن شما حرف نزدیم، به شعار بدیم بعد بیاییم اینجا بر خودمون مثلا تصور کنید میخوایم حکومتی بکنیم. ما بر اساس اعتقادمون حرفامون رو زدیم و بر اساس اعتقادمون همین حرفا رو هم داریم میزنیم. با هر کاری از دستمون بر بیاد برای اینکه بتونیم کشورمون رو و ایرانمون رو به اون جایگاهی که باید برسونیم، در اون رابطه کوتاهی نخواهیم کرد. و مشکلاتی هم که وجود داره، حالا برادرمون آقای دکتر صالحی امیری تشریف دارن، با آقای دکتر عارف بشینن و با شما عزیزان روند و پیشنهادات خودتون رو بر اساس اون تجربه های بین المللی در بیارید. ما هر مقداری که بتونیم از دستمون بر بیاد به شما کمک خواهیم کرد. وظیفه‌مونه کمک بکنیم، نه اینکه مثلا بخوایم منتی بذاریم و بخوایم بگیم این کارو میکنیم. این چیزیست که قلبی و اعتقادی میگیم، نه اینکه مثلا منتی به کسی بذاریم. ما رو گذاشتن مشکل شما رو حل کنیم، ما رو نذاشتیم مشکل ایجاد کنیم و یا براتون مانعی به وجود بیاریم. و قطعا اگر در توانمون باشه و امکانش وجود داشته باشه و مسیر بر اون روند بتونیم بریم، بدون منت خواهیم رفت و خدمتگزار شما خواهیم بود. و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که تو این مسیر تلاش میکنن، زحمت میکشن. هرچی که حالا گفتن دانشگاه بسازیم، حالا بررسی کنن آقای دکتر، ببینیم ما چیکار باید بکنیم. هویت خودمون رو، ریشه هایی که عمیق و پر افتخاره از اون موقعی که تمدن بوده تا حالا که هست،
خیلی آدما در خیلی جاها در هنری، علمی، مدیریتی، حکومتداری داشتیم که میتونیم بهش افتخار کنیم. تا جایی که ممکنه باید شفافش کنیم، مردم فهمش بکنیم، از مدارس کودکستان‌ها و مهد کودک‌ها بیاریم بالا که بدونند خودمانیم و هر ایرانی در هر جای دنیا برای ایرانش و برای مملکتش دلش بتپه و وجودش برای مملکتش باشه، نه اینکه تصور کنه من میرم حالا پشت سرم هم نگاه نمی‌کنم. این بی‌هویتی از نوع آموزش ما شکل گرفته. هر کاری بکنن در این کشور خواهیم ماند و این کشور رو آباد خواهیم کرد و آن چیزی رو که هست رو برای جهانیان به رخشون خواهیم کشید که ما برتر از آنیم که اونا فکر میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.